NOS جنگ در خاورمیانه امروز وارد پنجمین روز خود می شود و حملات اسرائیل، ایالات متحده و ایران ادامه دارد. شهرداری‌های هلند تنها 3/4 از برنامه ساخت خانه‌های جدید را محقق کردند. از 357,000 واحد مسکونی برنامه ریزی شده، 264,000 واحد تحویل داده شده است. نقاشی اصیل رمبرانت با عنوان رؤیای زکریا در معبد از امروز در موزه رایکس موزیوم به نمایش در می آید. این اثر که در سال 1961 توسط یک کلکسیونر خریده شده بود، با فناوری‌های نوین تایید اصالت یافت. چین برنامه 5 ساله جدیدی تدوین می کند که بر هوش مصنوعی، تراشه و روباتیک تمرکز دارد، اما اقتصاد را تضعیف کرده است. در نیمه نهایی جام حذفی KNVB، ایزی امشب ساعت 20:00 با تلستار روبرو می شود. در حملات هوایی اسرائیل به بعلبک لبنان 4 نفر کشته و امدادگران به جستجوی زیرآورها مشغولند. ارتش اسرائیل به ساکنان 16 روستای جنوبی لبنان دستور تخلیه داد. وزارت بهداشت لبنان از 50 کشته و بیش از 300 زخمی در 2 روز گذشته خبر داد. این درگیری‌ها پس از حمله حزب الله در تلافی کشته شدن آیت الله خامنه‌ای تشدید شده است. هوا امروز در جنوب هلند مه‌آلود، اما در بقیه مناطق آفتابی با دمای 11 تا 16 درجه خواهد بود.